به نام خداوند حق و عدالت، با درود و سلام خدمت شما عزیزان. امیدوار هستم که همه دوستان و عزیزان صحتمند و سلامت و بخیر بوده باشند. ما در این بخشی از گفتارها پیرامون دفتر اول مثنوی، آن داستانی عمر و پیری چنگی می‌خواهیم به شما چند نکته را به اشتراک بگذاریم و امیدوار هستیم که این بحث‌ها برای همه دوستانمان مفید و مفید باقی شود. مولوی در دفتر اول مثنوی پیرامون این داستان از اینجا شروع می کند که آن شنیدنی است در عهد عمر بود چنگ مطربی با کر و فر. داستان از اینجا شروع میشه. مردی بود مطربی که دوتار می نواخت و می سرود و 70 سال عمر خیش را با این وضع سپری کرد و پیرامونی همین داستان سعدی هم میخواهد اشاره‌ای داشته باشد که الهی که عمرت به 70 رفت، مگر خفته بودی که برباد رفت، همه برگ بودن همی ساختی، به تدبیر رفتن نپرداختی. حالا اینکه این مرد عمرش به 70 رفت و یک وقتی متوجه می شود آنچه را که انجام داده است کاری بود بس ناسزا و نادرست و الان در این آخر عمر متوجه می شود که مسیری پیموده شده یا مسیری را که او گذرانده است مسیر درست و معقولی نبوده است. شروع می کند به توبه کردن در نزد پروردگار و التماس کردن در نزد پروردگار که پروردگارا من توبه می کنم و التماس دارم مرا ببخشید و برای من یک رزق و روزی حلال نصیب بفرمایید. بعد عاطفی در خواب به عمر علیه السلام میگه که یکی از بندگان خاص خدا به کمک نیاز دارد و برخیز از خواب میره او را کمک بفرما. نه یک بار بلکه 3 بار به تکرار وقتی بیدار میشه پس خواب خواب میشه که عین قصه است و عمر از خواب برمیخیزه و حرکت میکنه به قبرستان مدینه تا این مرد مطرب را پیدا بکند و برای او کمک فرماید. سراسر قبرستان را جستجو می کند و پالیدن و جز این مرد مطرب کسی دیگری در این قبرستان حضور نداشته است. بعد این مرد مطرب که خواب بود و از شانهش کش می کنه که من برای تو کمک آوردم و این مرد شروع میکنه به گریه و بزاری که البته معنای این گریه کردن در حقیقت اظهار خوشحالی کردن است از آنچه را که او توبه کرده است و در نزد پروردگار قبول شده و دعایش در نزد پروردگار مستجاب شده است. بعد مولوی اینجا اشاره می کند و اشارش این است که پیری چنگی بنده خاصی خداست، پیری چنگی بنده خاصی خداست، حبذا هی سر پنهان حبذا. اینجا آنچه که بسیار جالب است این چنگ مطرب و این التماس و این وسط شب و این کمک کردن عمر در حقیقت مولوی میخواهد عنوان بکند که انسان وقتی که با پروردگار خود یک رابطه را برقرار بکند یا در واقع یک رابطه را
ایجاد بکند، قطعا که پروردگار اون دعای او را مستجاب میکند. بعد میگه که پس هنر گفتش این زاری تو هست هم آثار هوشیاری تو. در حقیقت اینجا آنچه را که تو گریه میکنی و تو اشک میریزی، این هم از نشانه هوشیاری است که تو ندامت میکشی از آنچه را که انجام دادی و امروز که اصلاح شدی و به خود آمدی، به حصل حقیقت پی بردی و به ایصال حقیقت در واقع آگاه شدی، یم از آثار و از نشانه هوشیاری تو است. ای تو از حالی گذشته توبه جو، ای تو از حالی گذشته توبه جو، کی کنی توبه از این توبه بگو. آتش اندر زن بحری دوتا و کی، پرگری باشی از این اردو چونی. تا گریبانی بود امراض نیست، همنشینی آن لب و آواز نیست. بنابراین مولوی میخواهد اینجا عنوان بکند که اگر انسان در واقع در هر موقعیتی و در هر زمان و در هر حالتی که به حقیقت در واقع آگاه شود و به حقیقت پی ببرد و با پروردگار خوش رابطه برقرار بکند و با پروردگار خیش در واقع یک رابطه معنادار را ایجاد بکند، بدون تردید که او از جمله هدایت شوندگان است که به اصل حقیقت در واقع پی برده است. بنابراین مولوی اینجا میخواهد مطرح کند که انسانی را دو مسئله از رفتن و پیروز شدن باز می‌دارد. اون چی که شما به آینده بمانید و همیشه وقت پیرامون آینده ایتان فکر بکنید و پیرامون آینده ایتان در واقع متمرکز شوید که من فلان بودم و فلان کردم و فلان شد، این در واقع انسان را منجمد می سازد، انسان را غیر متحرک می سازد و تحرک از انسان می گیرد و انسان را در واقع ساکن می ماند و انسان نمیتونه به حقیقت و به ایصال حقیقت منطرف شود و انسان به همین ترتیب و کسی که نسبت بر آینده تردید دارد، نسبت به آینده شک دارد، یعنی چی می شود، چه خواهد شد، چه باید کرد، این نگاه ها در حقیقت انسان را از اصل حقیقت منحرف می سازد. پس انسان باید چنان عارفانه و عاشقانه زندگی بکند که فکر بکند که هر لحظه‌ای که به قول معروف ماهی را از آب بگیری تازه هست و هر لحظه‌ای که با پروردگار رابطه را مستحکم بسازی، اون رابطه طلایی است و اون رابطه ستوده است. بنابراین ما باید مثل اون پیری چنگه که در پایان عمر هدایت شد و در واقع به اصل حقیقت اعتراف کرد و فهمید که مسیر درست این دو مسیر است. اما ترتیبی که مولوی میگه که پیری چنگی بنده خاصی خداست، پیری چنگی بنده خاصی خداست، حبذا هی سر پنهان حبذا. اون چی که اسرار الهی است، آنچه را که پروردگار بر او آگاه است و پروردگار بر آن واقف است، و یک اسرار و حکمتی است که ما انسان ها بر آن نمیدانیم. خداوند چه کسی را هدایت می کند، چه شکل هدایت می کند و چگونه رابطه و چگونه در واقع پیوند داشتن و رابطه داشتن با پروردگار منجر به هدایت و منجر به بخشش در نزد پروردگار میشه.
ما باید از درون خود را بیاراییم، ما باید از درون خود را آراسته بکنیم، مزین بسازیم، از درون خود را عاشق بسازیم و از درون خود را خدا پرست بسازیم و از درون با خداوند خویش ایجاد رابطه بکنیم. و این رابطه معنادار است، همون ترتیبی که در اصول اسلامی ما هم هست که خداوند بر ظاهر ما نمی نگرد، خداوند در درون ما می نگرد و از درون با ما معامله می کند. پس انسانی که از درون هدایت شود، انسانی که از درون در واقع با خدای خویش رابطه ایجاد بکند، این یک رابطه بسیار مستحکم و ناگسستنی است که منجر به هدایت و منجر به در واقع یک رابطه‌ای که خداوند با این بنده خود برقرار می کند، رابطه خیلی معنادار و منطقی است. اما ترتیبی که در یکی از اشعار خود مولوی میگه که عاشقی گر زین سر و گر زان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. عشق داشتن با خداوند و در واقع دوست داشتن پروردگار و فهمیدن این که انسان باید با آن همه ثبوت‌هایی که در پیرامون هستی ایمان موجود هست، این انسان خدا را با حقل نمیتوانی بشناسی. حقل گرایی مثل که فیلسوفا همیشه وقت دنبال چیستی و چرایی ها بود که مو داستان همه در قبلا با شما مطرح کردم، یادآور شدم که ای کمان و تیرها برساخته، سید نزدیک و تو دور انداخته، هر که دور انداخته و دورتر و از چنین گنجی است و معجورتر، فلسفی خود را ز اندیشه بکشت، کوبد و کور از سوی گنج پشت. این نه، این از دید مولوی نادرست است، این از دید مولوی نامطلوب هست. خدا را باید با قلب خود بشناسیم، با خدای خویش از طریق قلب پیوند و رابطه بکنیم. اما ترتیبی که مولوی میگه که عاشقی کار انسان است و انسان عاشق میشه و به حقیقت پی میبره و به وصال حقیقت پی میبره. من صحبت و درازا نمیکشانم و از همه دوستانی که در این روند که ما به پیش گرفتیم اشکالی میبیند، نقاط ضعفی میبیند، مشکلات میبیند، خواهشاً ما را برای بی‌تر شدن اصلاح بفرماید و ما را در واقع متوجه اشتباهاتمان بسازید که در آینده ها بی‌تر بشویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.